سلام علیکم و رحمت الله و برکاته دوستان و هموطنان گرامی. پیش از همه خداوند قادر یکتا خوب به همتا را شکرانه میگم برای تمام نعمت‌هاش، از آن جمله برای بهترین و بالاترین نعمتش ایمان است. رب العالمین شکرانه خاص میگم و امید دارم که انشالله از دنیا به ایمان رفتنم نصیبم میگردونده باشد. در هفته بسیار خوب قرار داریم که اولش که امروز 27 ایون است. گویا هر سال امروز روز عید وحدت ملی جشن میگیرن مردم ما و شما به رقص بازی و خرسندی. و دوم هم امسال در این هفته یک عید بسیار خوب، عید بین المللی، عید جهانی، اون هم عید قربان است که قرار داریم در این هفته خوب. بعضی اختلاف است که روز پنجشنبه اما زیادتر از اون جمله تاجیکستان قرار قبول کرده است که 28 همین ایون علیه عید قربان در تاجیکستان جشن می شود. از فرصت مناسب استفاده برده شما هموطنان عزیز به عید سعید قربان تبریک میگم و داغی است که وابسته به همین عید قربان در سالهای گذشته صورت گرفت. میخوام امور یک بار یادآور بشیم، یعنی یاد ما نبره. خاطره تلخی باید که ذکر شود، زیرا که این رژیم یا که دشمنای پروردگار چنین حادثه ننگین در روز خرسندی ما و شما قرار دادن یا که برعکس خرسندی ما و شما را به روز دیگر ماندن، باید ما بدونیم. عید قربان در سال 2014 4 اکتبر در روز می آمد، 4 اکتبر در تمام جهان. اما مفتی تاجیکستان سیمکرم عبدالقادرزاده این روز خرسندی و روز عمیق عید به یک روز بعد پرتافت، یعنی گذران. اونم 5 اکتبر. 5 اکتبر روزی زادروز امام علی رحمان است. من چند تا عکس‌ها را برای شما همچون یک اثبات باشد نشان میتونم که در تمام جهان، در تمام کشورها 4 اکتبر عید قربان بود، اما در تاجیکستان 5 اکتبر عید قربان جشن گرفتن که روزی زادروز امام علی رحمان است. به اونم ما میدونیم که هر سال روزی زادروز امام علی رحمان در ما رقص بازی میکنیم، حتما جشن میشود در تاجیکستان. حتی روزی زبان دزدیدن میدونین 22 ایون بردن در زادروز امام علی رحمان ماندنش. خب به هر حال و دیگر حادثه تلخی که در عید قربان رخ داد اونم 2017 بود. عید قربان بر روز 1 سپتامبر روز می آمد. شورای علما یک آیت دلیل آوردن، آیت سوره قرآن بود، اقرا. همین آیت دلیل آوردن که پروردگار اول گفته بخوانید بعد خرسندی کنید. همین آیت دلیل آوردن و روز 1 سپتامبر گفتن طلبه ها حتما باید به مکتب روند، عید کردن ممکن است برای او. حتی گفتن پدر و مادر را جریمه میکنیم اگر بینیم فرزنداشون به مکتب نبرن. این حادثه های تلخ ما را حتما هر سال و هر وقتی که در یادم زد ما را حتما میخوانم و میگم. و دیگر حادثه های بدن که رمضان هم داخل داره، در رمضان هم داخل داره که هموطنان ما را یک روز بعد روزه را امر میدادن که روزه بگیرین. دنیا یک روز معین کرده، اینا یک روز بعد. خب این بود اوید با عید قربان که حادثه های تلخ بود، خاطره های تلخ در یاد داشتم برای شما گفتم. بار دیگر هم عید قربان برای شما مبارک باشد. و امروز گفتیم 27 ایون 2023 در روزی که در تاجیکستان در همین بگیم زمان یا که همین ساعت لحظه ها در تمام ناحیه ها، شهرها، ولایت و دیگر دهه ها حتی رقص بازی خرسندی و شادی های. این همین حالا، این همین امروز هر سال هم خیلی. این روزا گفتیم که روز وحدت ملیش میگن، اما ما از نگاه ما این وحدت ملی و همچنین هر سال همین روزا از نگاه ما روزی باید خاطره ها قیدش کنی، نه روزی خرسندی، رقص بازی، این شادی.
هیچ راست نمیگیره. آخی ما جنگی با دشمن نداشتیم. همین سال 92 تا 97 جنگ شد. شما میدونین عکس ها هست، یعنی صلح کردن که بعد عکس هست، نوارها هست، با یکدیگر سلام میکنن. مثال شادروان سید عبدالله نوری بود، راهبر تمام مخالفین از یک طرف و از دیگر طرف امامعلی رحمان همچون رئیس حکومت تاجیکستان با یکدیگر صلح میکنن، سازشنامه میکنن. حتی ما میخوام امیر از زبان خود رحمانوف شاهد زنده بشنویم. بعد امضای سازشنامه صلح نیست که 27 ایون سال 1997 صورت گرفت. خود رحمانوف اینا تصدیق میکنه، خودش بگیم اعتراف میکنه که ما با اینها سازشنامه صلح کردیم 27 ایون سال 1997 در شهر مسکو. حتی چندین ملاقات ها داشتن در قزاقستان، افغانستان، ازبکستان و بالاخره در ایران و در مسکو به یک قرار اومدن که یعنی دو برادر یا دو هموطن، دو شهروند تاجیکستان یا یک تعداد شهروند تاجیکستان یک طرف، یک تعدادش یک طرف اومدن، یعنی با یکدیگر جنگ میکردن، اومدن با یکدیگر آشتی کردن، صلح کردن و جنگ تمام شد. از یک طرف تمام شد. اینا باید قید کنیم، از یک طرف تمام شد. از طرف رحمانوف حالا هم جنگ دوام دارد، اما این برعکس طرف دیگر را گناهکار میکنه. حتی در زیاد سخنرانی هاش یک طرفه گپ میزنه. باور نمیکنید سخنی که سال گذشته اوید به وحدت ملی کرد گوش کنید که این چی میگه. میخواهم یک نکته مهم را بار دیگر خاطر نشان نمایم. ما با حزب تروریستی و اکستریمیستی نهضت یگان سازشنامه امضا نکردیم. چند زنده های و طرف دیگر بازم میگن که اگر یک نفر، دو نفر، 10 100 نفرش اگر وفات کردگی باشه طرف مخالفش، اما هستن شاهدای زنده هستن و غیر از این شاهدای زنده باز میگن که عکس نوارها هسته. خیلی نگاه کنید چی گفته است. میگه که ما با هیچ کس سازشنامه صلح نبسته ایم. این دروغ آشکاره، دروغ آشکاره. تو چخیل همین صورت ها را چخیل شرح میته. نگاه کنید صورت های نوار و همچنین بازم تکرار میکنم که همین سال برای چه گونه جشن میگیره؟ با هیچ کس صلح نکرده. این گپی تو دو معنی داره، دو معنی داره. یعنی که تو فریب کرده یک معنیش، دیگه معنیش که تو هیچی قبول نداشته اصول ها هیچ قبول نداشته. تو هم تو زیر کشته رفته استه. این گپ ما با نگاه کنیم به یک نوار دوستی رفیقی مستر Лукашенко ما اثبات میکنم همین گپ ما. Наконец, никто не знает, как мой друг Рахмон с пулеметом наперевес входил в столицу Таджикистана, Душанбе, для того, чтобы навести порядок. Сколько погибло там людей. ببینید لوکاشنکو دوستی نزدیک امامعلی رحمانوف است. حتی امامعلی او را گفت که не только друг, как родный братья. ایرا او родной ای پدر و مادرش خوند، یعنی یک فرزندی یک خون یک پدر و مادر او را حساب کرد و قبول کرد و دوست قیامتیش قبول کرد. امامعلی رحمان گفتیم که یک طرفه گپ میزنه که طرف دیگر را متهم میکنه که اونا کشتن، اونا زدن، اونا بردن، دزدیدن، جنایت کردن. طرف خودش تماما بیگناه موسیچه و به چی حساب میکنه، یک طرفه و به عیب حساب میکنه، در حالی که خیلی نیست. هر دی طرف گناهکارن، هر دی طرف باید که با اشتباه خود اعتراف کنین و نزد مردم امامعلی رحمت ترام باید سجده کرده یا تعظیم کرده بخشش پرسی. اینا لوکاشنکو خودش دوستی نزدیکی تا از ملت ما نیست که مخالفش بگوی یا گپش قبول نکنی. گفت که ما شاهدیم، گفت هیچ کنا نمیدونه. گپ لوکاشنکو را بگو هیچ کاری را نمیدونه که امامعلی رحمت چه پولیمیوت قضیه گفت دوشنبه در اومد برای پریاد کردن، تنج کردن، گویا برابر کشت تو اینکه تنج شوا.
اینا تو با فیلمیو درآمدگی تو ایران قبول که باز میگم که دوستی خودت گفته است ایران اول شهروند تاجیکستان نمیگه حتی برادری بگیم که مادری و پدری گفته است ایران قبول که یگان راه تو نداری یک طرفه گپ نزن نگاه کنین هموطنان عزیز این روزا اینا هر سال با رقص بازی با خرسندی با یک کیف صفا میگذرانند در حالی که این روز باید روزی خاطره ها باشه خاطره از شهدا روزی همچون یک یادآوری باشه از گذشته ها نگاه کنین امین رحمان خودم اعتراف کرد که صدها جوانی تاجیکستانی مردانی با غیرت با ناموس جان فدایی کردند چون قربان کردن تا این صلح به دست آمدگی آرامی تنجی به دست آمده تلاشی همه مردم بود این رحمان نیست حتی ما یک نوارش از میمونم شما گوش کنین ما توانستیم که با کمک و دستگیری صمیمانه مردم شریف تاجیک جامعه و دولت را از بحران وزدین سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و معنوی رهایی بخشیده مسیر انکشاف منبعده تاجیکستان را معین نماییم. بنابراین امروز بار دیگر با افتخار ابراز می نمایم که تأمین صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی خدمت بزرگ و تاریخی خلق تاجیک است و قهرمان صلح و وحدت ملی نیز تنها خلق تاجیکستان می باشد. نه خودش همینجا اعتراف میکنه که زحمت تلاش های تمام مردم تاجیکستان بود جان فداهای مردم تاجیکستان بود که صلح و آرامی به دست آمد و همچنین اعتراف میکنه که قهرمان تاجیکستان همین مردم تاجیکستان خچای قهرمان نمی خلق تاجیک اعلام کرده است مردم اعلام کرده است اعتراف کرده است در اینجا باید از فرصت استفاده بریم همین اساسگذار صلح و وحدت از امامعلی رحمان از نام ایدم به ای برداریم ای گردن ای یا قفوی بکشیم بگیریمش زیرا ای اساسگذار صلح و وحدت خودش اعتراف کرده ای گپی کسی را نگفته است کسی را مجبور نداره خودش اعتراف کرده که اساسگذار صلح و وحدت همین مردم ای قهرمان هم همین مردم ای زیرا قربانی ها دادن و جان فداها و زحمت های همیا بود که صلح و آرامی تنجی به تاجیکستان آمد یا که پایدار شد. انا ببینید هم قهرمانش نگین دیگر از این روز به بعد این نواری خود 40 سال گذشته و نوار گپ زده بود. امسال خطی نوشتگی ویدیو نکای من نمیدونم ایزا کشید یا که دلش خنک شده ایمی وحدت شم ایمی جشن ها دیدین دیگر در جشن اشتراک نمیکنه و این کار خوب هم میکنه زیرا اشتراک کردن یک بلا یک مصرف های زیاد زحمت های زیاد عذاب های زیاد بالای مردم میاره وقتی که در جشن اشتراک کنه اشتراک نکردنش خوبه اما صحبت درباره این میره که قهرمان امامعلی رحمان نیست بلکه مردمی تاجیکستان اینا دلیل امامعلی خودش و اساسگذار صلح و وحدت هم این است این خودش هم بود دلیلش همین خودش شاهد و دلیل و صحبت درباره چی بود دوستای عزیز که روز وحدت ملی نباید با خرسندی با خیلی جشن بازی صورت بگیره خیلی تجلیل شود باید یادآوری بشیم خاطره داشته باشیم حتی نفرایی که عزیزاشون در این روزای وزمین سالهای 90 تا 97 از دست دادگیان باید بیان در نزد یک مرکزی که ناحیه‌شون باشه که شهرشون باشه مرکزی دارن که جای میدان‌های مرکزی همونجا در بیان بشینن نزد میکروفون و جمع شوند دیگر نسل‌های جوان در نزد او قصه کنه که شوهرش فرزندش یا پدرش چخیل رفت از خونه بر اومد دیگه برنگشت یا چخیل کشته شد یا اومدن با زور بردنش همین نقلا را بکنن نسل نوراست بفهمه که چی گپه هر یک ناحیه ده اینم امروز و هر سال هر یک ناحیه ده هر یک دهه ده هر یک شهر ده علاوه کنسرت داده استن چی با جشن وحدت ملی همین فکر میکنیم که همه اونا میخلیم همین وحدت ملی یعنی که باید رقص بازی کنی خیلی نبود کو
باید درباره این روز باید صحبت بکنی، معلومات بتی. این یک شاهد زنده اومدی رحمان خودش باید در مردم گزارش بده، اما صحیح درست حسابات بده، نقل کنه، خشرو نقل کنه. خیلی که گودکیوشا گشنگیوشا نقل میکنه کو انا میرم همه خیلی نقل کنه. از اون طرف هم داره ما شاهد زنده مولا عبدالرحیم خیلی اتفاق میزنه کو مرا مولا عبدالرحیم کلوبی میگن اونا را ببریم نقل کنه. Другие карда میگوید کو کشکادتون کدام بود اول وایده وقتی زورا اونولا میکنه پیشوای ملت در سر میز مذاکره میشینن دست دراز میکنه و طرف استاد نوری که بیا دست بتیم که این مردانگی از فارسا و ایتاجکا است که گناه های گذشته رو دستش دراز نمیکنه. استاد ربانی میآید و همین خدمه قبطش شد استاد ربانی نمیشه دستش دراز نمیکنه ما ملت تباه شد. برای همین وقتی که ما در یگون جا گپ بزنم که همین وحدت پیشوی ملت کرد بسیاری آدم ها تلفن قد گپ بزنن اختلاف است. باور میکنین سوگند به خدا که اگر امام علی رحمان نمیرفت همیجا وقتی پیشوی ملت میفروید احمد شوی مسعود میگه رحمان میگه روزی آمدن که نبود ما شما رو به خواب یکسان کردن اون نقلو خشو میکنه دیده اینه ببرورین ایده طرف صحبت ها شوه مردم آگاه شوند. این روزا هم خیلی روزی بگذرانه که خاطره باشه باید از گذشته ها از شهیدا. شما میدونید هموطنان عزیز که نه یک ماه پیش هر سال نهم مای روزی چیه؟ نهم مای روزی چیه؟ ایدی غلبه با فاشیست. هر سال امام علی رحمان البته به اختیار خودش نه مجبورش میکنن میپره میره در نزد پوتین دربار او هم اون ایو طرف زنگش میزنه که بیا که ما با اروپا و امریکا نشون بدم که ما تاخان نیستم دربار ما امام علی رحمان پراوی روکا نه لوی روکا پراوی لوکاشنکو هست دربار ما. میرن بعد دگلیشون میتن در دستشون میرن در نزد یک سنگ آهنیه یا که او سنگ مرمریه چخیلیه در اونجا یک گلی آتش سنگ هم نیست آتش در نزد آتش بعد یک گلی میپرتوین یا که میمونن گویا که سربازای او گمشیده و جانفیداهایی که در سال 41 و 45 از بین رفتن. شما تصور میکنین که چی گپه برای 4 سربازی بوگونی ونیون چکیایی که خبیث رزیل میبرن گل میمونن از تاجیکستان میخیزه میروه در اونجا گل میمونه. اما شهروندانی که نه تنها در سال 90-97 جان دست دادن بعد از او هم این جانفیداهایی که در سرحدها میشه مجبور میکشنشون درباره چی با صحبت نمیشه در سر منزل یا گل مونده نمیشه قدردانی یا نمیشه. همین جشن هایی که میگذرونه رسخودی همین را در خانه همون فوتیدگان یا که همون شهدا یا همون قربانی که به خاطر وطن ملت خچون جانفیدایی کردن که خچون جانشون سپاریدن دادن از بر خچون گذاشتن همین معرکه ها را نکنین رسخودی همین را در خانه همون برای بتین حتی اجازه کامera کنین که ما دادیم این خوبتره برای شما. رقص بازی شما کیده در کارم یوتیوب در می نویسه میبرم ویدیو یا که همون رقصه یا که همون کنسرت های سرود تماشا میکنه به پول به رسخود. هر سال 9 مای شما میره روسیه ده رسخودی کلان برای سربازای روس نه ملت ما در اینجا بیگانه پرستی نمیگین کو میرن گل میمونین. اما شهروندانی که ثبات باز هم خطا صاحب استقلال میگیری صاحب اختیار میگیری استقلالیت کامل میگوی داریم برای شهروندای خودت که به خاطر استقلالیت به خاطر تنجی و آرامی مملکت سببوار شدن که تو این امروز راحت کردی کیف صفو کردی چی من نمیره سر منزلی و
дарбораи ӯ суҳбат намекунӣ, хонавода ва наздикои ӯро кӯмак намекунӣ, қадрдонӣ намекунӣ. ин чӣ гапай? дӯстои азиз, ин нафарро бишносед шумо. ин нафарро бишносед ки ин шайтонай, воқеан шайтонай. ин қадр қимати мардуми худша намедона. ин қадр қимати мардуми худша намедона. ин фақат барои бегунаҳо хубай. барои бегунаҳо худша шердил мегира, мепара ин тараф мерава, мепара он тараф мерава, бензиниш мепулай. ҳавопаймои $90 миллион да мерава. аммо аз ваҳдат гап мезана, аз сулҳу суботу тинҷиву оромӣ гап мезана, мардума маҷбур мекуна ки шукрона кунед ва мардум ҳам намефаҳма ки бача шумо худтон ҳами ваҳдат овардагиен, ҳами ваҳдате ку тинҷира олям як порчагӣ, як дили якдаст нестем мо. ба ҳар ҳол ҳамин тинҷиву оромира ҳами шумо худтон мардум овардагиен. ин миннатдор нашед, ин набуд, ира маҷбур овардан дар ҳамҷо шинондан ки имзо ку қачон қичоқ бигӣ дастшона мачак ки бубус ё ки бифушур. ваҳдата шумо худтон овардем мардуми Тоҷикистон. далела бо ҳами худча охи, ҳами калагаус худча далелам. исбот нами кадистай худаш. ваҳдата шумо худтон овардем. истиқлолиятам шумо худтон овардем. тинҷиву оромӣ дар дасти нами шумо худтон мардуми Тоҷикистон ай. медонед на? тинҷиву оромӣ дар дасти худтон ай. албатта озодӣ дар дасти худтон нест. ҳами озодиро биёрен дар дасти худтон бомонем, тамом дига кори шумо яксара. барои ҳамин асосгузори сулҳу ваҳдат нестӣ, қаҳрамони миллатам нестӣ. шумо худтон қаҳрамоне, асосгузори сулҳу ваҳдатен. барои ҳамин разходаи зиёдӣ накунен. ин рӯз рӯзи ваҳдат боша, бисёр хубай, аммо хотира бояд шумо хотира ва ёде аяму фавтидагон кунен. аз нафаре ки ҳатто нопадид шидагианд аз мо дошта бошед. ин рӯза бояд чунин бигзаронем. ин ҳайби суҳбате ки дар бораи рӯзи ваҳдат кардам ҳамватанони гиромӣ. иншоалло умед дорам ки ягон сухане накардам ки ба зарари касе боша, зеро ки бозам такроран мегӯм ки рӯзи ваҳдата рӯзи ҳамчун рӯзи хотира ва рӯзи кам масраф, масрафҳое ки бемаънӣ мекунем ӯро барен дар хонаи аммо касоне ки аз дунё шавҳарша, бачаша, падарша додаянд, хонаи ҳамода барем бисупорем. бозам такрор мекунем рӯзи ваҳдати миллӣ рӯзи миллати Тоҷикистон аст, рӯзи Эмомалӣ Раҳмон нест, рӯзи рақсу бозӣ нестай, ваҳдати Эмомалӣ Раҳмон наовардай. ин ай буд ваҳдати миллӣ, ин ай бояд боша ваҳдати миллӣ, рӯзи якдилӣ, якпорчагӣ ва муттаҳидии мардуми Тоҷикистон ба умеди озодӣ. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.